تاکر کارلسون مجری سابق شبکه تلویزیونی فوکس نیوز مصاحبه چالش برانگیزش با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را شب پنجشنبه 8 فوریه سال 2024 در سامانه شخصی او و در صفحه‌اش در شبکه ایکس یا سابق توییتر نشر کرد. الکی در بین چندین ساعت اول و تنها در شبکه ایکس این مصاحبه را 75 میلیون نفر تماشا کردند. وقتی تاکر از قبل اعلام کرد که مصاحبهش با پوتین را در شبکه سابق توییتر نشر میکند، توییتر در اپ استور از همه سرخریدار شد و صدها هزار کاربر نو تا زمان نشر مصاحبه پوتین این برنامه را به دستگاه خود نصب کردند. مصاحبه در عموم 2 ساعت و 7 دقیقه دوام یافت. در این مدت کارلسون به پوتین همگی 7 سوال داد. پوتین در نوبت خود به پرسش‌های کارلسون خیلی جواب‌های طولانی داد. این اولین مصاحبه پوتین با یک روزنامه‌نگار غربی پس از آغاز جنگ روسیه با اوکراین از فوریه سال 2022 بود. احساس می‌شد که پوتین خیلی می‌خواهد دلش را به کسی خالی کند و از این رو مصاحبه عملاً به مونولوگ طولانی تبدیل یافت. اولین سوال کارلسون از پوتین این بود که دلیل او برای صدور فرمان حمله به خاک اوکراین چه بود؟ در جواب پوتین افزود که مگر این امریکا نبود که میخواست حمله هوایی غافلگیرانه به داخل خاک روسیه کند و این گپ من نیست. بعدم پوتین از کارلسون پرسید که این یک شو تلویزیونی است و یا او میخواهد گفتگوی جدی صورت گیرد. در جواب این سوال پوتین کارلسون خندید و گفت بهتر است یک صحبت جدی شود. سپس پوتین در حدود نیم ساعت درباره تاریخ شرق اروپا و تشکیلیابی روسیه در قرن 9 میلادی مفصل صحبت کرد. از جمله در مورد جنگ با اوکراین پوتین گفت که با هدفهای گذاشته خود نرسیده است. هدف اساسی دیناتیفیکاسیا به باوری پوتین تا حال جامعه عمل نپوشیده است. پوتین در جریان مصاحبه نسخه ها سندها از بایگانه های تاریخی را در یک پاپکه آورده به کارلسون پیشنهاد کردنی شد، ولی ژورنالیست آمریکایی گفت که او نمیفهمد که این سندها چند صد سال پیش به قرار 2 سال پیش پوتین برای سر کردن جنگ به ضد اوکراین چه ربط دارند. در رابطه با تبلیغات کشورهای عضو پیمان حرکت ناتو، او سیاستمداران اروپایی را متهم به فیک کرد و از جمله ترسانیدن جامعه جهانی با این را که روسیه امروز یا پگاه به پولش و لاتوی حمله میکند پورا گپ بی اساس خواند. پوتین از پشتیبانی اقتصادی و نظامی امریکا از اوکراین در رفت جنگ اظهار تأسف کرده به حکومت امریکا مصلحت داد که بهتر می شود به جای کمک مالی به اوکراین مشکلات داخلی مردم امریکا را حل کند. او از جمله مشکلات با پناهجویان و قرض بیرونی امریکا را که به 33 تریلیون دلار نزدیک شده است مثال آورد. کارلسون از تقدیر آینده همکار خود روزنامه‌نگار The Wall Street Journal ایوان گریشکوویچ که در روسیه به جاسوسی عیبدار می شود پرسید. پوتین اشاره کرد که روسیه آماده است که این شهروند امریکایی را آزاد کند به شرطی که استخبارات امریکا درخواست استخبارات ما را به نظر گیرند. از جمله یک شهروند وطن دوست روسیه که در امریکا به طور ناعادلانه به حبس ابد محکوم شده است و او باید آزاد کرده شده و به روسیه برگردانیده شود. بنا به گفته رسانه‌ها پوتین وادیم کراسکوف یا سکالوف را در نظر دارد. پوتین در مورد مناسبت خود داشتنش با رهبران امریکا نیز نقل کرد. پوتین گفت که از بین رهبران سابق امریکا در دوران پرزیدنتیش با جورج بوش خورده و دونالد ترامپ مناسبت خوب داشته است. در مورد رئیس جمهور کنونی امریکا جو بایدن پوتین گفت که حتی در یادش نیست که آخرین مرتبه کی با بایدن صحبت کرده بود. کارلسون گفته است که میخواهد با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی نیز چنین یک مصاحبه انجام دهد. پاسخ کیف به این درخواست هنوز روشن نیست.